ام سالوگر شوراشا چورد ترمه ام لحمو گل کرد لحمو گلیلان سریچیا لحمو شروان دهندر چپرن شردا و لحمی گلین ولد پارس ام بیروز دکن ایرو ام دبینن 40 سال بسر به شوراشا چورد ترمه درباز به ام صدقن ام بین بورحه و شوراشی ام کارو خوات خوا برداوم دکن کادرو بو پیشنگی برخدانی دندر زندان آمده دولت آتر بو وقص تعذیب وحشیت سر ون حوالنا کرد اما دیساجی دست بر برخدانی خبر ندان و حتی نقطه داویه حتی نفس داویه گوتن برخدان جیانه این رو ام جوا گله کرد گوتن برخدان جیانه ما 40 سال خواه کدو ایمک خبات وقت شهید مدا این رو ام گشتنه به آسته و ام دبین گله کرد و حتم بورحه و برخدانی دندر زندان آمده دا و بردوام بکه سر و برخدایی کارو خبات خواه بهتر و گاون پیجی باوه دایلو ام دبینه بورحه و برخدانی گل زیادتر خفره دکه گل زیادتر خصما خفره دکه گل زیادتر هرتون هر ساعت هر دقیقه دبه ام برخدانی خواه بردوام بکن و دو ام دبین برخدان جیانه اج باگو ایرش این دولت آتر لسر روش آباد چبی آجی دخواست انجاری کدن وک ایرادا بو برخدانی زندان دندر آمده دا دخواست برخدانی مبش کنه اما گل روش آباد تجاری سره نتاوم و امجی برحه برخدانی زندان آمده دا امجی دی برخدان جیان دکن عین تجدید دی شورش روش آبادا دیسا دونه تیرمه شورش دن هات آباد کرد یعنی اوجی برحه او شورش نیزده تیرمه اوجی برحه شورش 14 تیرمه محسوس بدای شهیدا محسوس بدای سرکرتی محسوس بدای رخصتنه و امی حتم برخدانی بکن و بانگ ملحمی گلو های چه کسی تخوازن آزاد جیان بکن بانگ ملحمی کسو های بو وگرن برحه 14 تیرمه در کبن کلانم در کبن چالاکیان ام مافی خواه گل ام بحضر آزاد بجین ام دبین ام جان بیدن دبین همی شهیدن دیتینن برحه شهیدن 14 تیرمه ام همی شهیدن بیتینن ام دبین تجاری شهید نامدن و زندی من حتی دل مادا و بجی شورش 14 تیرمه بجی برخدانه زندان